روزی 1,000,000 خروج ارز از کشور در 6 سال گذشته برای خرید ملک از بزرگترین سازنده دبی اعمار، سازنده برج خلیفه. 2.3 میلیارد دلار خرید ملک فقط از یک شرکت سازنده، سرمایه‌ای که میشد باهاش یک برج خلیفه رو در تهران ساخت. به نظر شما دلیل این حجم از سرمایه گذاری چی بوده؟ در حالی که بازار ملک در سراسر جهان در سالهای اخیر راکد بوده، میانگین قیمت ملک در دبی 75% دلاری افزایش داشته. یعنی ایرانی‌ها علاوه بر حفظ ارزش پولشون، سود بالایی هم از سرمایه گذاری در این بازار جذاب بردن. نه تنها ایرانی‌ها، بلکه سرمایه گذارا از سراسر جهان رو خودش جذب کرده و به حدی حجم تقاضا رو بالا برده، پروژه‌های چند صد واحدی کمتر از 1 ساعت سولد اوت میشن، در حالی که فروش 10 واحد آپارتمان در ایران برای یک سازنده ممکنه 2 سال زمان ببره. در کنار این موارد، افزایش 6 برابری تعداد معاملات املاک در سالهای اخیر باعث شد مشاوران املاک از سراسر جهان جذب